صبح بخیر برادرای عزیز. ما تو ساعت 3 شب پویدیم. تو ساعت 3 شب پویدیم. یگان آواز نشید، یگان شرفه پا نشید، خوب نیومد. اوزی میریم گندم تماشا میکنیم، جاهایی که خوب میوه میخره میبینیم که دینه زمین که کردگی بدم اگر ویرون شده باشه значит خوب اومده است، ما درک نیفتیم. اگر که زمین که کردگی جاش ده باشه значит خوب نیومده است، بوی علاو گرفته است یا که بوی آدم گرفته است، نیومده است. خلاصه که ای نیومدن خوب خرسندیم، خفه نیستیم، بگذار نیویه. باز میریم تماشا میکنیم. ساعت چند شد حاضر؟ ساعت 5:20 علاقه آفتاب در او میبرویه. باز میریم تماشا میکنیم، میبینیم که خوک اومده است یا که نه. گمان میکنم که خوک اومدگی نباشه، برای که در اونم زمین جوراخونه، زمین گندم هی، زمین زرد، انم زمین گندم شاو در اوجا آدم بود و فنری که کلون داشتن، فاز چراغای کلون داشتن. هی در زمین اکای علی خان بچه‌اش بدن در اوجا. بعد در پایین آدم بود. ای چند طرف بگیم که ما محاصره ده بدیم. این پایین ده اکای جمالدین گندم درو کرده ایساست، ولی های پایین بریم بعد نشون میتم. اوجا دم آدم بود، برای امو شاید که خوب ناومده باشه. خب ازی میریم میبینیم که خوب اومده است یا نه. ای بچه، در او پره ما ششتیم، در این پره خوگ یاره، خوگ امشب با اومده است. مورا منیار کرده است. غافلگیر، ایرا میگن غافلگیر. ایرا میجای زمین ده بیگایی دیده بودم نیومده بود، بیگایی دیده بودم امیجای زمین نیومده بود. ای بچه اومده است. اینجا یک خوب نیست، یک خوب نیست در اینجا. اینجا چند تای بسیاریان دست جمعی اومدن خوردن، رحمت بویی هم نکردن، برفتن. اینجا زمین تلخه نداشت، تلخه کرده است. دمی علف بیزی بای به هیچ وجه گم نمیشه. و زمین نابود کردنش قینه. نمیدونم شاید که یگان دارو باشه، یگان زهر خیمیکات باشه برای عیبین بردن یمی علف. کسی بدونه همین چیزا اگر که بدونه برای عیبین بردن تلخه یگان زهر خیمیکات بدونه، التماس میکنم در کامنتاریا بنویسین، برای که اکثریت زمین ها را تلخه پخش کردگی نابود کردنش مشکل، هیچ کس نمیدونه. در همین موضع ما که با کدام راه ها نابودش کنیم. وقتی که زمین پخش کرد این علف بسیار ساله دیگر گندم نمیمونه، اینم خیلی میبروی گندم مجاق میکنه. خب خوب اومده است دیگر چی بگیم اخوی. این دوستای عزیز جای ایزی خوک کلونه، خوک کلونه اومدگی. ای نه که خوکبونی کردیم ده و فکرم که بر وقت ترک مرا خوب بردگی های، بر وقت ترک خوب بردگی های، یا که نمیدونم ممکن که خیلی حیوانی ادیر ای آدم ده دانو ای آدم ده دانو و زیرک ای. ما دیگه چیز نقشه میکشیم، نقشه یو پیش ما معلوم ای. خدا بگیرش
هیچ خیلی اومده باشه همون جایی که فقط می اومدن همونجا دم پوزیسیا گرفتیم ابران گرفتیم ایرا بین جوی پاشه با خدا ایرا خودش توقع نیست این طرف دم هست اینه خودش توقع نیست از 3 تا 4 تای 3 تا 4 تای جوی پوشون نیکی غافلگیرمون کردن باور که هیچ کار نمیکنه حالا میابیم درکشه ای انا او در اوجا زمینوی اما که پلو دای گندموی او در بروقتر دراوده میویا نزدیک وردگن خیلی جوش دراویده اکی جمالدین شو امیجه دقیقتی دو دروش نیزم ولی جوگش نیو قریب کردن تمام کنم بعد حرکت که این ایش ایجاد زمینای تویچی شونن زمینی تویچی ای باچه ای گروزه ایش پوی گروزه هیچ کمیکنی گفتیم کو حیوانی عدیر ای آدم ده زیرک ای بهوش چیزایی را که ما میدونیم یا میدونن ما نمیدونیم چیزایی را که ما میدونیم یا نمیدونن میریم گندم میدرویم خوگونیمون هم قدر شد خرسندم که ندیدم شون خرسندم که ندیدم شون چی در کار همید روی ترش دیدن در کار نیست چهره ترش چهره شیطان چهره فریبکار و چهره ویرونکار چی در کار دیدن نادیدنش بهتره بسم الله الرحمن الرحیم پیش از من و تو هی لیل نهاره به دستی هی گردن در فلک نیز به کار به دست زینهار به خاک قدم آیسته بینه یا مرد مکی چشمی نگار به دست یا مرد مکی چشمی نگار به دست ایشه درو درزه میکنیم میدرویم جوشده درزمونه میبندیم برای که در گندم تگاو درویدیم اوشو پرت افتیمش نبستیم همین خیلی اوشو جمع کردیم به تو عذاب کشیدیم با همه خاطر این گندم هم میدرویم جوشده میبندیم او گندم که خدروی درو میکردم یا لای هی اوه من نازده خانه پدر میکردم یا لای من داغم 20 دانه اکی خشای کلونه این نوی گندم دیگه لوسوش همی بروتوش سیاه ای که جای غلطی دست در بین این که این خشای میانه پروردگار رزق دینده در قدرتات صدقه خیلی به هیچ وجه بنده ها تا بی رزق روزی نمیمونی و لیکن او چیزی که خودت میدونی حکمتی که
در علم نهفته خودت میدونیش. انشالله که امیدواریم که این 3 قاپی که در ایلاق پوشیدیم در آخری بهار انشالله امید هست که 10-12 قاپ میشود. ما گندم دروش ادامه میتیم برادرای عزیز. در آخر همراه شما تماشا میکنیم که برکت در خیرمن پروردگار چقدر دختگی ای. همراه ما باشین. در ایلاقیم شاید که یگون نوارهای عجایب غرایب به شما پیشنهاد کنیم. ولی ای پای خوبان خنزیر ای پای خوک میشیم در زمینای بالاتر. حالی گندما تره اونجا بسیار میآید. ولی میریم یکی در روز تماشاشون میکنیم. یک سالوی دیدگی بدیم بچشم در روز یک 12 تا 15 تا خوک بود خوبان. بگهی روز میریم تماشا میکنیم. اگر که یافتیم نوارشا برای شما پیشکش میکنیم. درو ادامه داره. خودم تو قایم.